من کردم، ایرانی کرد. هم از هویت ایرانیم خوشم میاد و بهش افتخار میکنم، هم از اینی که کردم افتخار میکنم. ولی هر موقع بهم میگن کی هستی، میگم من ایرانی کردم. هم به بچه ایرانی بودنم افتخار میکنم، هم کرد بودنم. همه ما 2600-700 سال با هم بودیم، بیش از اینم با هم خواهیم. ایران همیشه یک پارچه بوده، متنوع هست. اتفاقا یه نقش و نگار زیبایی داره ایران. ترک داره، کرد داره، لر داره، عرب داره، ترکمن داره، فارس داره. همه با هم بودیم، 2600-700 سال با هم بودیم. دغدغه‌ای که مردم دارن راجع به یک پارچگی کشور درسته، ولی من اطمینان دارم که ایران همیشه یک ایران یک پارچه بوده، یک پارچه هم خواهد بود. سلااو ڕێزم هەیە بۆ هەموو کوردەکان. ئەگەر ئەم ئاڵایە ئازادی دێنێت بۆچی لە 6 منداڵی خەڵکی عێراق پێنجیان لە ئەوروپان، یەکێکیشیان لە ڕێگەیە. 35 ساڵە خۆبەرێبەریان هەیە، حاڵی ژیان ببینن. ئێوەی لە ئەوروپان بۆچی ناچن لە هەریمەکەی چالاکی بکەن کە ئاڵاکە فەرمیە. خۆم 6 ساڵ عێراق بووم، زۆر شتم دیوە. کوردەکانی ئێران بەڕاستی ئازادی مەی خەڵەتێنن، بژی کورد، بژی ئێران، بژی پەهلەوی. هموطنان عزیز، منم مثل شما خوشحال از این که جلاد خامنه‌ای به درک واصل شد. دیکتاتوری دیگر و جنایتکاری دیگر به تاریخ پیوست. رژیم جمهوری اسلامی به سرکردگی خامنه‌ای جلاد طی این 47 سال چیزی نمونده که به سر مردم ایران نیارند. 47 سال زندان، استبداد، شکنجه، سنگسار و زندان به پایان خود خواهد رسید. هموطنان عزیز، برای برچیدن بقایای نظام جمهوری اسلامی بایستی متحد باشیم و گام برداریم تا پیروزی نهایی محقق شود. از مردم شریف یارسان نیز این انتظار هست که با سایر هموطنانمون دست در دست هم برای پیروزی نهایی خود را آماده کنند. شکی نیست با ورود شاهزاده رضا پهلوی به ایران و استقرار نظامی سکولار دموکراتیک، ایران به جایگاه واقعی خیش خواهد رسید. ما نیز آماده ایم برای پشتیبانی از شاهزاده عزیز برای پیروزی نهایی گام برداریم و با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و لوگوی جنبش میهنی یارسان در سرتاسر ایران و در بلندی‌های دالهو این خیزش را ادامه دهیم و به پیروزی برسیم. پاینده ایران، جاوید شاهزاده رضا پهلوی. اصلا از مسلح شدن کردها خوشحال نشید. این به انقلاب ملی کمک نمیکنه. من کردم، مدتیه که توی فضای مجازی کردایی که پادشاهی خواهند به من میگن وطن پرست، کردایی که ضد پادشاه هم به من میگن جاش. این ویدیو رو شخصا و از روی ناراحتی، همونطوری که توی چشمای شاهزاده اشک بود، توی چشمای منم اشکه، از روی ناراحتی دارم برای کردایی میگیرم که خدای نکرده قرار گوشت و قربانی بشن. وارد شدن به مرزهای ایران، مسلح شدن، به فرض اینکه شما هم تا تهران برید و تا تهران نفوذ پیدا بکنید، جلوی اراده مردم ایران که پادشاهی خواه هستن رو نمیتونید بگیرید. اون موقع که شما رسیدید به تهران، به فرض اسلحه ها رو هم نخواستین زمین بذارید، خب اونجا قیچی میشید، تازه اگه به دست بسیجی ها قیچی نشید. ورود مسلحانه برای شما خوب نیست. در آینده هر اتفاقی برای شما بیفته میخوام بندازنش گردن شاهزاده. من از الان به شما میگم شاهزاده و پادشاهی خواها توی خون شما هیچ نقشی ندارن و نخواهند داشت. مراقب خودتون و افکارتون باشید. نمیدونم شبکه وعا، علی جوانمردی و بقیه تو این چند ماه گذشته چجوری با افکار شما کار کردن که فکر میکنید به راحتی میتونید وارد ایران شید و به راحتی میتونید با حمایت آمریکا پیش برید. تا هر کجا پیش برید یه روزی باید اسلحه رو زمین بذارید و شما اسلحه رو زمین نمیذارید چون ادعای حق و سمخواهی میکنید. نمیخواید کنار شاهزاده جلو بیایید و کنار شاهزاده
بایستید و ایرانی آزاد و کردستانی آزاد و با شکوه در ایران و در ایران یک باشه داشته باشید. اینو شخصا از رو قلبم به شما میگم. این ویدیو مشخصا برای کساییه که جز پیشمرگ کمله و حزبای کردی هستن. امیدوارم این تله‌ای برای شما نباشه. من کردم و از روی محبت و عشق و علاقه‌ای که به مملکتم، به کشورم و به زبانم و به قومیتم دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. من و پادشاه خان و شاهزاده هیچ نقشی در کشتار آینده شما نداریم. سلااو ڕێزم هەیە بۆ هەموو کوردەکان. ئەگەر ئەم ئاڵایە ئازادی دێنێت بۆچی لە 6 منداڵی خەڵکی عێراق پێنجیان لە ئەوروپان، یەکێکیشیان لە ڕێگەیە. 35 ساڵە خۆبەرێوەریان هەیە، حاڵی ژیان ببینن. ئێوەی لە ئەوروپان بۆچی ناچن لە هەریمەکەی چالاکی بکەن کە ئاڵاکە فەرمیە. خۆم 6 ساڵ لە عێراق بووم، زۆر شتم دیوە. کوردەکان ئێران بەڕاستی ئازادی مەی خەڵەتێنن. بژی کورد، بژی ئێران، بژی پەهلەوی. ایوه کردی داخل کشور لاقدامات حزب ایرانیان کرد میهن پرست حمایت کردیم و قدردان تلاشی دبیر نخست حزب ایرانیان کرد میهن پرست بانو بهار بهاری هی جاوید شاه شاهزاده ما کردی دوست داریم و منتظرتیم و تو حمایت کنیم. جاوید شاه. مسئله جدای طلبی کردا مربوط به ترکیه است نه ایران. اینجا استان به اسم کردا داریم، کوچه و خیابون بزرگراه به اسمشون هست. اینجا کردا یکی از صاحبای اصلی ایرانن. ریشه تاریخی کردا توی ایران برمیگرده به 2500 تا 3000 سال پیش. اینجا کردا خودشون صاحب خونن بابا. هر جا کرد باشه اونجا هم ایرانه. آره درست فهمیدی. مسئله کرد مربوط به کشورهای جعلی و نوساخته مثل عراق 94 ساله و سوریه 80 ساله و ترکیه 103 ساله است. من به کردا و تمام اقوام ایرانی که هزاران ساله توی این خاک ریشه کردن و از ایران در برابر تمام اجنبی‌ها و دشمنای دوزاری ایران دفاع کردن، من بهشون افتخار میکنم. من خودم یک کردم، من خودم یک ایرانیم، بلوچم، ترکم، لکم، آذریم. خواننده ایران جاوید شاه. من کردم، زاگرس نشینم، روله سیاوش خلپان و خونم، ناله تاریخم، صدای سرداره خسرو پرویزم. به شما و به ایران. بیانیه کردهای میهن پرست ایران، جنبش میهنی یارسان ایران در حمایت از قیام ملی و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ما کردهای میهن پرست ایران به عنوان بخشی ریشه‌دار و تاریخی از آن ملت ایران در این مقطع سرنوشت ساز با صدایی رسا و مسئولانه اعلام می‌کنیم جمهوری اسلامی به پایان راه خود رسیده است. امروز ملت ایران در یک خیزش آگاهانه و تاریخی خواهان گذار کامل از جمهوری اسلامی و برپای نظمی نوین بر پایه آزادی، عدالت و حاکمیت مردم است. در این مسیر فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای همبستگی ملی، سازماندهی اراده عمومی و انتقال قدرت به نظامی سکولار و دموکراتیک تجلی خواسته مشترک میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از کشور است. جاوید شاه! جاوید شاه! ما کردهای ایران با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی ایران، برابری کامل حقوق شهروندی برای همه ایرانیان، پایان تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی، استقرار حکومتی سکولار دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر، اعلام می‌کنیم که آینده ایران تنها از مسیر اتحاد ملی و اراده انقلابی ملت ساخته خواهد شد.
این یک هشدار دیپلماتیک و یک پیام انقلابی است. ایران خواهان آزادی است و این خواست متوقف شدنی نیست. ما دست در دست همه ایرانیان، کرد، فارس، ترک، بلوچ، عرب و ترکمن برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و انسانی ایستاده ایم و عقب نخواهیم نشست. زنده باد ایران، زنده باد آزادی، پاینده باد همبستگی ملی، پاینده ایران، جاوید شاه، بجی کردستان، بجی ایران. درود در شما. چند روزه که دبینم باسی عبدالله مهتدی لفظای مجازی دا گلی کردووە بە زبانی کوردی پێدەڵێم عبدوڵای گیان ئەگەر دەتەوێ لە سیاست لە ئایندەی سیاسی خۆت دفاع بکەی و حەقی قسەکردنت هەبێ پێش لە هەموو شت دەبێ یەکم شت چەکدانی بۆ هەمیشە دەبێ بینووسی و ئیمزای کەی و بەڵاوی کەی کە بە تەمامیەتی ئەرزی ئێران باوەڕت هەیە. ئەوە دوو جا ئەوە بۆ قەدەمی ئەوەڵ بۆ من باشە، بەڵام کەس هەن کە دەڵێن جنابت دەوێت پاسوخگووی 30,000 نەفەر کوژرا لە شەڕی ناوخۆی داژوی، یعنی دەبێ پاسوخگووی ئەوەشت لە بیر نەچێ. سەید عەلی خامنەئیش وا فکری دەکرد کە لە ئێراندا لە تەواوی ئەو ئێرانەدا کەس دەنگی جاوید شا ناکا. دیمان چی لێ هات؟ پاینده ایران جاوید شاه. بژی بنەماڵەی پەهلەوی. سلام، امیدوارم خوب باشین. مردم اگه میشه لطفاً دیگه بیاین تو واقعیت. دیگه زدیم و رقصیدیم و خوشحال شدیم و تمام شد. فقط خامنه‌ای مرده، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. حواستون هست که با کل جمهوری اسلامی بیاد پایین دیگه. اینو میدونین دیگه، در جریان هستین. این نیست که دیگه الان تمام شده باشه. مثل کاسبی میمونین که الان یه قلم جنس فروخته دیگه کل روزشو بیخیال بشه، دیگه اصلا مهم نباشه براش. ما باید جمهوری اسلامی رو بکشیم پایین که بتونیم درست حسابی جشن بگیریم. این حرومزاده‌ها خیلی هم بعید نیست اصلا اینو خودشون انداخته باشن جلو بخوان یه حرکتی بزنن ها. خار مادر کل جمهوری اسلامی و مریم رجوی و همه‌شون با گاییده بشه. اون موقع است که ما پیروز میشیم. به حرفای نتانیاهو، ترامپ و شاهزاده گوش بدین، بیرون فعلا نرین و ما طی چند روز آینده باید منتظر این باشیم که میدونی بیان توی خیابون. تموم شد رفت پی کارش. پخش کنین ویدیو رو، پخش کنین فقط. لک بگده سر قیمانه کردستان تاج سر مانه لرستانیش هم بره و پیشت مانه یه چیزی هم من یوشم یه تاریخ ماندری بیشه چند هزار سال دیرین ولی از زندگی ایمه زاگرس نشینی من ایمه لیک جیانی من بره یک ترکی من خواهش دادم کم نیلنده بین ما تفرقه بخن. سلامتی کردان که یعنی کوه غیرت، ر یعنی رفاقت بی انتها، د یعنی دلیری و شجاعت. بجی کرد کردستان، بروحی لور، بجی بختیاری. کرد هستم و پادشاهی خواه. اینو در جواب حزبای کردی میگم که از طرف همه کردا دارن صحبت میکنن. من و خانواده من تا اونجایی که من اطلاع دارم پادشاهی خواه هستیم. از طرف خودتون صحبت بکنید، نه همه کردا.
Could you explain what Islam means to you? Because what we heard tonight through you is a message of faith and hope that we've been waiting for spiritual leaders to deliver for 3.5 decades. I remember only months after the revolution took place and Khomeini returned to Iran, there were two particular heads of state that I hold in esteem dearly. The late President Sadat of Egypt and the late King Hassan of Morocco. They both said that if this is Islam, we are not Muslims. So I suppose throughout history we've seen how easily twisting an ideology and perverting it, weaponizing it, politicizing it, could take us down the wrong path. And this is precisely what Khomeini has done, to the point that even the clergy that supposedly is representing the faith that he claimed took steps away from, calling this an aberration, calling it something that has nothing to do with tenets of religion. To me, religion has always been a private matter between a human being and the way he or she chooses to have faith in the Almighty or whatever. It should not be a matter of trying to impose our personal thoughts or ideologies on anyone else. I hope we see the day that on the streets of Iran, like it used to be, by the way, for the most part, anyone asking a fellow Iranian, what do you believe in? None of my business, none of anybody's business. But the law has to protect this. And this is why we should all understand that the guarantee for religious freedom is based on not just tolerance and not just these value systems of understanding the need for pluralism, but to understand how critical it is to respect these rights, something that this regime has undermined in the name of, oddly enough, religion. That's where the difference is. So as long as we recognize where the difference lies, when we realize that when people are free to worship as they want, but in freedom and under the rule of law, then we would not have any kind of manipulation, any kind of twisting things, and that also requires, beyond law, education, awareness, readiness, and most importantly, never forgetting. Because a lot of what happens in our world today, and the reason sometimes history repeats itself, sometimes in the worst possible way, is not forgetting. We cannot afford to have another Holocaust. One time was too many already. And this is the kind of message that we all recognize that we live in a different world. We live in a world of social media. We live in a world where as much as messaging becomes critical, our enemies are utilizing it to the max. We need to make sure that not only we respond in kind, but make sure that those who are on the right side of history are much louder than our enemies. This is why we need to be together. This is why we need to be unified. This is why we need to put our entire energy in it, because that, my friends, is the difference between a horrible world that we can expect or a different world that we can all enjoy in the aftermath. سلام، امیدوارم خوب باشین. مردم اگه میشه لطفاً دیگه بیاین تو واقعیت. دیگه زدیم و رقصیدیم و خوشحال شدیم و تمام شد. فقط خامنه‌ای مرده، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. حواستون هست که با کل جمهوری اسلامی بیاد پایین دیگه. اینو میدونین دیگه، در جریان هستین. این نیست که دیگه الان تموم شده باشه. مثل کاسبی میمونین که الان یه قلم جنس فروخته، دیگه کل روزشو بیخیال بشه، دیگه اصلا مهم نباشه براش. ما باید جمهوری اسلامی رو بکشیم پایین که بتونیم درست حسابی جشن بگیریم. این حرومزاده ها خیلی هم بعید نیست اصلا اینو خودشون انداخته باشن جلو بخوان یه حرکتی بزنن ها. خار مادر کل جمهوری اسلامی و مریم رجوی و همه‌شون با گاییده بشه. اون موقع است که ما پیروز میشیم.
به حرفای نتانیاهو، ترامپ و شاهزاده گوش بدین، بیرون فعلا نرین و ما طی چند روز آینده باید منتظر این باشیم که میلیونی بیان توی خیابون. تموم شد رفت پی کارش. پخش کنین ویدیو رو، پخش کنین فقط. من کردم، زاگرس نشینم، روله سیاوش خلپان و خونم، ناله تاریخم، صدای سرداره خسرو پرویزم. 2 دفعه روی حسن نیت مملکت ما اشغال شد، در جنگ بین المللی اول و دوم، و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. این دویی است که سه نخواهد، یعنی با قبول ما سه نخواهد شد، اگر بشود از روی نعش ما خواهد بود.